أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سپاره چهارم باقی مانده آیات سوره آل عمران است. دوستای عزیز، ما و شما در سوره آل عمران موضوع اساسیش گفتیم که در این موضوع در سوره آل عمران الله متعال بر ما و شما میگه که اثبت فی هذا المنهج، یعنی همین منهجی که بر تو تعیین شده هست و ایره در سپاره دوم و تا ختم سپاره سوره بقره همون منهجی که برای تو تعیین شد برای نظام الله در زمین الله، در این ثابت قدم باش. ما و شما خواندیم که یکی بر خاطر ثابت قدمی دو قسم مشکلات هست، یکی مشکلات خارجی هست و یکی مشکلات داخلی هست و انسان مسلمان باید در مقابل این مشکل ثابت قدم باشه. و مشکلات خارجی را در بحث اولش رد شبهات نصرانیا بود، خطاب منصفانه اهل کتاب بود و عوامل ثابت قدمی بود که ما و شما در عوامل ثابت قدمی 4 عاملش خواندیم که عامل پنجمیش انفاق بهترین مال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. در این عامل پنجمه که انسان ثابت قدم باقی میمانه، این انفاق بهترین مال هست. انسان بهترین مال خود به خاطر رضایت الله و چیز را که زیاد خوش داره او را کوشش کنه که در راه الله سبحانه و تعالی انفاق بکنه. الله متعال میگه لن تنالوا البر، هرگز شما به نیکی نمیرسین حتی تا زمانی که تنفقوا نفقه بکنین مما تحبون، از آنچه که شما دوست دارین، و ما تنفقوا من شیء، و هر چیز را که شما نفقه میکنین فإن الله به علیم، الله سبحانه و تعالی به او بسیار عالم هست. و عامل ششمی که است احتیاط در تهمت زدن به پیغمبران. انسان مؤمن احتیاط بکنه. علامه واحدی میگه که فلما ادعى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که نبی صلی الله علیه و سلم ادعا کرد که انه علی الدین ابراهیم علیه السلام، که او به دین ابراهیم علیه السلام، قالت اليهود، یهود گفتن کیف و انت تأکل لحوم الابل و البانها، گفتن تو چه قسم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو چه قسم ادعا میکنی که تو از پیروای ابراهیم علیه السلام هستی و گوشت شتر و شیر شترها را استفاده میکنی؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم کان ذلك حلالا لابراهیم علیه السلام، این خبر ابراهیم علیه السلام حلال بود. این از شما از کجا پیدا کردن که برای ابراهیم علیه السلام این حرام بود؟ فادعت اليهود، یهودیا ادعا کردن ان ذلك کان حراما علیه، این بالایش حرام بود. فانزل الله تعالی تکذیبا لهم، الله برای تکذیب ایشان این آیت نازل کرد و بین ان ابتداء هذا التحریم لم يكن في التورات. میگه ابتداءً این تحریم یعنی حرام بودن گوشت شتر و یا شیر از او در تورات این حرام اولا نبود، انما کان قبل نزولها، این قبل نزول از او. و این امی آیت شریف است که کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام طعامها حلال بود برای بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، یعنی بعضی مگر چیزی را که خود اسرائیل یعنی لقب یعقوب علیه السلام بود، یعنی مگر که یعقوب علیه السلام سر خود ایره
حرام کرده بود. قل فأتوا بالتورات، درشان بگو که بیارین توراته، فتلوها، شما را تلاوت بکنین که شما راست میگین یا دروغ میگین، کنتم صادقین، اگر شما راستگویا هستین. فمن افترى علی الله الكذب، پس هر کسی که به الله تکذیب بکنه یا بالای الله دروغ افترا بکنه، فاولئک هم الظالمون، یقینا که اینا در جمله ظالما هستند. عامل هفتمی متابعت از ملت ابراهیمی هست. ملت ابراهیمی، قل صدق الله، بگو الله راست گفته، فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس شما متابعت بکنین از ملت ابراهیم علیه السلام که این ملت حنیف و پاک است و ما کان من المشرکین، یعنی ملت ابراهیم علیه السلام ملت توحیدی هست. چرا؟ چون ابراهیم علیه السلام ای واقعا موحد بود و توحید در مناطق مختلف نشر کرد. و ما کان من المشرکین، و ای از مشرکین نبود. پس انسان اگر میخواد که ثابت قدم باشه با مو ملت ابراهیم علیه السلام، شما آیات قرآنی را درباره ابراهیم علیه السلام بخوانین، باز بعد از او شما میفهمین. عامل هشتمی توجه به بیت الله و عدم تأثر به شبهات معاندین. انسان مؤمن باید همو حکم الله سبحانه و تعالی را که بیت الله شریف رو آوردن است به او حکم الله سبحانه و تعالی تسلیم باشه و متأثر به سخنای یهود و نصارا نشن، چون اونا ادعا میکردن که نه، از کعبه شریف کده، یعنی بیت المقدس قبلا جور شده و این مقامش بیشتر است. الله متعال میگه که ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه که من حیث قبله، اولین خانه که برای عبادت و اطاعت الله برای مردم گذاشته شده، للذی ببکه مبارکا، این امو خانه هست که در مکه هست. بکه هم یکی از نامهای مکه هست، مبارکن که مبارک است و هدی للعالمین، و جای هدایت است برای عالمیان. فیه، دمی خانه، آیات بینات، علامات بسیار آشکارا هست. مقام ابراهیم، در اینجا مقام ابراهیم علیه السلام هم است. و من دخله کان آمنا، هر کسی که در این خانه داخل شود این امنیت می داشته باشه، یعنی در امن می باشه. ولله علی الناس، و برای الله هست بالای مردما، حج البیت، حج کردن بیت الله شریف، حج کعبه شریف فرض است. من استطاع الیه السبیل، کسی که به طرف سو استطاعت داشته باشه و رفتن بتانه. و من کفر، و هر کسی که کافر شد به حج بیت الله، فان الله غنی عن العالمین، که گفت من بیت الله را قبول ندارم و به او حج نمیکنم، پس الله غنی است از عالمیان. یعنی اگر کسی انکار میکنه، چون انکار شعائر الله را کرده و فرض الله را کرده، ای کافر میشه. و ای حج بیت الله، حج یعنی کس از حج انکار بکنه کافر میشه، به خاطر از اینکه ای خو همین حج و ای که حج در بیت الله شریف است، ای کس انکار بکنه ای کافر میشه. عامل نهمی دانستن اسباب کفر بنی اسرائیل. ما باید بفهمیم که اگر میخوایم استقامت داشته باشیم، بفهمیم که اینا چرا کافر شدن. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله، چرا شما کافر میشین به آیات الله؟ والله شهید علی ما تعملون، الله شاهد است به آن چیزی که شما عمل میکنین. یا اول اینا کافر میشن به آیات الله. پس انسان بسیار احتیاط کنه که به آیات الله کافر نشه. حالا بسیاری کسا هست مثلا بسیاری آیات قرآن انکار میکنن. مثلا در آیات قرآن بسیار ذکر شده، مثلا در صحابه گفته شده مؤمنین، لقد رضی الله عن المؤمنین، الله راضی شد از مؤمنا. این مؤمنا کی بودن؟ کسایی بودن که در بیعت الرضوان، در زیر درخت، اینا با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، دست خودمون اونجا ماندن و این آیت قرآن نازل شد. تقریبا 1400 یا بیشتر از این صحابه بودن. 1400 صحابه در این مثلا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی رضی الله عنه، حتی عثمان که رفته بود در مکه، به عوض دست از او رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود میمانه و یعنی اینا در اینجا شامل هستند. پس خلفای راشدین، مهاجرین و انصار، الله از اینا راضی است. اینا اگر کسی
این قبول نمیکنه کافر میشه. به این معنا که مثلا به این آیات قرآن انسان کافر شده. قل یا اهل الکتاب، بگوی اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله، چرا مانع میشین، شما مانع سبیل الله میشین. من کسی را که آمن ایمان آورده است، تبغونها عوجا، شما میخواین که بر از اینا کج نشان بتین. و انتم شهدا، در حالی که شما شاهده هستین. و ما الله بغافل عما تعملون، و الله بیخبر نیست از آنچه که شما عمل میکنین. یعنی انسان مؤمن وقتی که امراض امتهای دیگر را میبینه که به چی سبب اینا کافر شدن، به چی سبب اینا مرتد شدن، و وقتی که اینا مرتد شدن و از دین گشتند و ادعای ایمان میکردن، الله متعال اینا را تکفیر کرد و گفت که شما کافر هستین. و حتی پیروای ابراهیم علیه السلام که میگفتن مثلا قریشی ها که ما پیروای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام هستیم، لکن اینا بدعت های کفری را کرده بودن که بالاخره اینا کافر شدن. الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قل یا ایها الکافرون، اینا را تکفیر کو و برشان بگو که ای کافرها، چون اینا مرتد هستن. وقتی که یک نفر مرتد باشه و ای کافر باشه پیش الله، هر قدر که ادعا بکنه ادعای دروغین نمیشه. از این خاطر فهمیدن مرضهای امتهای قبلی منفعتش چی است که انسان خود از این امراض حفظ میکنه و ثابت قدم میمانه. عامل دهم که است عدم پیروی اهل کتاب. یعنی یا ایها الذین، یعنی انسان اگر میخواد که در راه حق ثابت قدم باشه، نباید در اقدام اهل کتاب که اینا گمراه شدن پشت از اونا بره و از اونا اطاعت و پیروی بکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر شما اطاعت بکنین از فرقه از اهل کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما را بعد از ایمانتان کافر میسازن. شما را یردوکم یعنی مرتد میسازن، شما را بعد از ایمانتان. و کیف تکفرون، و چه قسم کافر میشین؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، و بالای شما آیات الله تلاوت میشه. و فیکم رسوله، و در بین شما رسول الله هست. و من یعتصم بالله، و هر کسی که اعتصام یعنی به الله بیاره و تمسک به الله و کتابش بیاره، فقط هدی الی صراط مستقیم، این هدایت شده به راه راست. عامل 11 تقوای حقیقی است که انسان مؤمن چی نجات میده و چی ثابت قدم میمانه. تقوای حقیقی هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از الله بترسین، حق تقاته، تقوای حقیقی. ولا تموتن، و ممیرین الا و انتم مسلمون، مگر در حالی که شما مسلمان باشین. عامل 12 چی است؟ تمسک به قرآن عظیم الشان است. میخوای ثابت قدم باشی، تقوا داشته باش و تمسک به قرآن عظیم الشان داشته باش. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. دو چیز بر شما ترک کردیم که اگر به شما تمسک به دو چیز بکنین، این محکم بگیرین و مطابق از این عمل بکنین، هرگز گمراه نمیشین. کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این دو چیز سبب نجات انسان هست. اگر کسی از کتاب الله دوری میکنه، هم بیدین میشه و گمراه میشه. و اگر کسی از سنت رسول الله دوری میکنه، هم به این مرض کفر و شرک و ارتداد چی میشه؟ مبتلا میشه. الله متعال میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا، و شما تمسک بورزین بحبل الله، بر رسمان الله. منظور از رسمان الله یعنی این حبل رسمان الله کتاب الله هست، جمیعا تمامی. ولا تفرقوا، و تفرقه نکنین. واذکروا نعمت الله علیکم، و شما یاد کنین نعمت الله را بالایتان. اذ کنتم اعداء، شما دشمن نبودین، در بینتان یکی دیگه تان میکشتین، قتل میکردین. فالف بین قلوبکم، الله در قلبای شما چی انداخت؟ الفت انداخت. به سبب چی؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به نعمت اسلام برادر یکی دیگر شدین. انما المؤمنون اخوه و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما در کرانه اموکند دوزخ بودین.
در بغل لبش همین در بغل امو کرانه بودیم که اگر کمک دکه میخوردیم در آتش دوزخ خطا میخوردیم. فانقذکم منها، الله شما را نجات داد از چی؟ از این آتش دوزخ. با چی؟ با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با وحی الهی. خب کذالک این چنین یبین الله لکم آیاتی، الله بیان میکنه برای شما آیاتش را، لعلکم تهتدون، شاید که شما هدایت شوید. عامل 13 یا سبب 13 استقامت و ثابت قدمی در منهج الله چی است؟ دعوت است. شما ولتکن منکم امه، از جمله شما یک تعدادی باشند که یدعون الی الخیر، که اونا دعوت میکنن به طرف خیر. یعنی این کسایی که دعوت میکنن، امام بخاری رحمه الله میگه که باب العلم قبل القول والعمل، اول باید علم باشه. این باب علم است، اول باید انسان علم داشته باشه، بعد از این سخن عمل بکنه. این کسایی که دعوت میکنن باید خودشان توحید، عقیده توحیدی رو درست بفهمه. در غیر از او انسان اگر خودش عقیده توحیدی رو نفهمه، از پیش اشتباهات میشه. 10 سال بعد 15 سال بعد میفهمه که ما بسیار غلطی کردیم، اشتباه کردیم، کلمات خطرناک از زبان ما برآمده، حتی خودم در شرک مبتلا شدیم، در بسیار حالات خطرناک. از این خاطر الله متعال میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، یک تعدادی از بین شما، یک امت، یک گروه باشند که اونا عقیده توحیدی درست فهمیدن، اسلام درست فهمیدن، خودشان یدعون الی الخیر، دعوت به طرف خیر میکنن، و یأمرون بالمعروف، و امر میکنن به معروف و نیکی ها، و ینهون عن المنکر، و نهی میکنن از منکر، و اولئک هم المفلحون، اینیا کامیاب هستند. متاسفانه بعضی کسایی هستند که به نام دعوتگر و داعی دعوت میکنن، لکن چون عقیده توحیدی درست نمیفهمند، خود زحمت نمیتن، تحقیق نمیکنن، بسیاری چیزا رو نمیفهمه که یکی اگر از پیشش پرسان کنی، برش بگوی که امیر ارکان لا اله الا الله را بگو، ارکان لا اله الا الله را بگو که یک رکنش است. خب خدا عالم و دانشمند و فهمیده و فیلسوف میگیره، اما ارکان لا اله الا الله را نمیفهمه که رکن اولش چی است. رکن اولش چی است؟ که باید معبودان باطل نفی بکنی و معبودان باطل عبادت نکنی. مثل که ابراهیم علیه السلام بر قوم خود چی گفت؟ لقد کان لکم فی ابراهیم والذین معه اسوه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما براءت خدا از این بت‌هایی که شما عبادت میکنین، از این ما براءت خدا اعلان میکنیم، از هر چیزی که شما این را عبادت میکنین، از این بت‌هایی که ساختین در اینجا ماندین، انال این معبودان باطل، انسان باید اظهار براءت بکنه. و به می شکل از طواغیت باید چی کنه؟ به طواغیت کافر شوه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، این جزء چی است؟ مربوط به کلمه لا اله الا الله هست. چرا؟ اول در کلمه طیبه معبودان باطل نفی میکنی، دوم در کلمه طیبه طواغیت نفی میکنی، و باز اقسام طواغیت هم بیان میشه که کدام طاغوت نفی بکنیم. آیا طاغوتی که قانون میگذارن، یا طاغوتی که مردم به عبادت خود دعوت میکنن، یا طاغوتی که مثلا برای طاغوت‌های دیگه خدمتگار است و به نفع از اونا سخن میگه و به نفع از اونا فتوا میدن. در این آیت هر سهش داخل میشه که فمن یکفر بالطاغوت، یعنی کسی که کافر شد به طاغوت معبود و به طاغوت المتبوع و به طاغوت المطاع، فقد استمسک بالعروة الوثقی، اینی تمسک به عروه وثقا کرده. واقعا این مسلمان است. پس اینال بعضی کسا مشکلشان در چی است؟ جنجالشان در چی است؟ مشکلش در این است که این طاغوت درست نمیشناسه، یا مثلا مشکلش در چی است؟ مثلا این حداقل ابواب فقها را که فقهای حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی رضی الله عنهم و دیگه فقهایی که اینا هستن،
اینال اگر این کتاب های فقها را بخوانند که این فقها در باب مرتد چی گفته، باز میفهمه که ایمان انسان نقص میشه و ایمان مثلا مشکنه و انسان در بسیاری حالات مرتد میشه. کسی که عمل کفری میکنه، کسی که قول کفری میکنه، کسی که شرک میکنه، کسی که اعراض از کلام الله میکنه، کسی که مثلا استهزاء به شعائر الله میکنه، کسی که بغض و کراهیت به شریعت به شعائر الله داشته باشه، کسی که مثلا تولا و دوستی با دشمنای الله میکنه، دفاع از کفار میکنه. اینی تقریبا بسیار نواقص ایمان است. یکی از علما 300 ناقص ایمان علما بعضیا ذکر میکنن و بعضیا خلاصهش میگه 10 ناقص است. حداقل می 10 ناقص خود درست بفهم، بازو بر مردم دعوت بده و باز بعد از اون گپ بزن. حداقل بسیاری وقتا میشه که بسیاری کسا به اساس دعوت غلطش که خودش نمیفهمه، باب العلم قبل القول والعمل ای باب نخوانده و ای آیات قرآن درست نفهمیده که فعلم اول علم حاصل بکو انه لا اله الا الله. حداقل امی لا اله الا الله را ارکان و شروطش خود درست یاد بگی باز دعوت بکن. در اینجا هست که ای خود امی شخص با وجود از اینکه بسیار اخلاص می داشته باشه سبب گمراهی دیگران میشه. پس دوستای عزیز وقتی که میخواین دعوت بکنین اول خود 100% باید انسان ارکان و شروط لا اله الا الله را یاد داشته باشه. وقتی که یاد داشتی از خود پرسان کن که خودت به این مرض مبتلا نیستی. اگر خودت مبتلا نبودی بعد از دعوت دیگران را شروع بکن. الله متعال ای عامل چی است؟ عامل چی است؟ عامل کامیابی و سعادت انسان است که انسان عقیده توحید درست بفهمه و دیگران را به طرف از این عقیده دعوت بکنن. در غیر از اون انسان‌های بیدین یا انسان‌های بیخبر وقتی اونا دعوت میکنن هم خود گمراه میکنن هم دیگران را هم گمراه میکنن. عامل 14 چی است؟ اجتناب از تفرقه و اختلافات است. اگر شما مؤمن واقعی هستین در بین مؤمنین تفرقه اندازی نکنین. اگر کسی نواقض ایمان بود برش بگو که بر از او هم خوب است، چرا او وقتی بفهمه که من در ناقضی از نواقض ایمان داخل هستم توبه میکنه و رجوع میکنه. اما اگر کسی هیچ ناقضی از نواقض ایمان در وجود از او نیست، مؤمن از کلمه خوانده عبادت میکنه طاعت الله را میکنه، پس شما در این راستا تفرقه نکنین، بین هم تفرقه نکنین. در مسائل که مثلا اجتهادات است، مسائل فروعات مثلا اجتهادات است، پس در اینجا اگر یک کسی به یک اجتهاد از اجتهاد علمای اسلام که او اجتهادم درست می باشه مثلا اجتهاد کرده، خب اجتهاد کرده یک چیزی را انال این شخص و اجتهاد از او عمل کرد، شما کوشش کنین تفرقه افکنی نکنین، برش خوبتر بفهمین که اگر اجتهادی رو بگی دوست عزیز. مثلا ما شما سوال میکنیم اینی اصل دین است. اینی یک وقت یک کس از ما پرسان کرد گفت استاد این 4 مذهب است. ما گفتم بله 4 مذهب است و حتی مذاهب دیگه هم است. اگر شما کتاب الفقه الاسلامی و ادلته رو بخوانید این از چی است؟ از امام از دکتر وهب الزحیلی است. شما امی الفقه الاسلامی و ادلته رو بخوانید امی جلد اول از این وقتی که درباره مذاهب گپ میزنه میگه در وقت امام ابو حنیفه رحمه الله وقتی که گپ میزنه میگه 14 مذهب بود، 14 عالم 14 مذهب داشتن. از این 14 مذهب میگه 4 تاش بسیار چی شدن، مشهور شدن، دیگرایش رفتن. اگر در وقت امام ابو حنیفه رحمه الله 14 مذهب فقهی بود، خود اجتهادات بود مثل 14 معلم دین. حالا تو خونه میشه که انسان یک معلم دین محکم بگیره. پس این دوست من گفت همین چطور است؟ گفت استاد شما این مذهب شافعی یا مالکی یا حنبلی یا حنفی این کدام از این یا پنجمی از مثلا کدام مذهب دیگه باشن ظاهری، شما این کدام از این مذهبا را میگیرین؟ ما گفتیم ما کل از اینا را میگیریم. چه قسم کل از اینا میگیم؟ گفتم اصل از این مذاهب است. اینی سعی شما فکر کنید این 4 مذهب شد. ایران میگه ظاهری هم یک مذهب است. میگه ایران به مثلا میشن چی میشن؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی. برو این به نظر تو این 5 تا. خب حالا تو کدام از اینا میگیریم؟ من اینی رو میگیرم. اصل ریشه از اینا است. اینجا مثل چشمه آب است. این چشمه آب وقتی که از بالا آب آمد اینجا هست قرآن و سنت هست. از این مثلا حنفی هم گرفت، شافعی هم گرفت، مالکی هم گرفت، حنبلی هم گرفت، سلفی هم گرفت. اینجا 5 تا نل هست. اینال از این نل ها که تو استفاده میکنی کدام نلش
مثلا میشه در یکی بعضی احادیث نباشه، بعضی از اینجا آب نامده باشه، در بعضیش مثلا اختلافات فقها در چی بودن؟ در این بوده که مثلا برای یک فقیه یا یک حدیث صحیح نرسیده اجتهاد کرده، یا حدیث نرسیده یا حدیث رسیدش. این درسایی است که حتی در ماستری و دکترا در فقه علما ایره میخوان، اسباب اختلاف فقها را میکنن. این فقیه با این فقیه چرا اختلاف کردن؟ به خاطر اینکه که بر از این فقیه مثلا حدیث نرسیده، به این فقیه حدیث دیگه این اجتهاد کرده، پس آن وقت به دیگه فقها حدیث رسیده، این باز گفتن که نه قبل از این وضو میکنیم حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. به این عالم دیگه مثلا قول رسیده، حدیث رسیده، لکن حدیث صحیح برش سندش تکمیل نبوده، در سند ازی شک داشته، برش ضعیف یا با سند ضعیف آمده. این علمای دیگه وقتی که دیدن که نه این حدیث خود این مسئله یک حدیث نیست، چندین حدیث دیگه هست که او حدیث صحیح است، بالاخره این عالم ایره گرفته. ما مثلا وقتی که بیم ایره بگیریم از کل از این علما از احادیثیان، چرا اصل منبع قرآن و سنت هست و این از قرآن و سنت وقتی که ما میگیریم این خو یک جاهل نمیگیره، طبعا علمیت می داشته باشه، میفهمه مثلا اقوال حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ما در بین ازی باز علما مثلا وقتی ما یک وقت تفسیر آیات احکام میخواندیم در پوانتون، در تفسیر آیات احکام علامه صابونی هست، این آیات احکام وقتی که تشریح میکنن باز این خودش هم عالم هست، به درجه اجتهاد رسیدن، این چی میکنه؟ باز قول احناف هم رو میاره، قول شافعی رو میاره، مالکی رو میاره، حنبلی رو میاره، کل از اقوال ما قبول داریم، کل از رو قبول داریم. و باز بعد از این وقتی که استاد درس میده برای شاگردای خود میگه که دوستای عزیز، علمای بزرگان احناف تو میگن در این مسئله، بزرگان شافعی تو میگن، بزرگان حنفی تو میگن، بزرگان مالکی تو میگن، بزرگان حنبلی تو میگن. الله از کل از اینا راضی باشن، با کل از اینا ما احترام داریم. ولی امی عالمی که به درجه اجتهاد رسیده باز میگه که در اینی مسئله اجتهاد احناف قوی‌تر است نسبت به اجتهاد شافعی. در این مسئله دیگه اجتهاد حنابله از امام احمد ابن حنبل قوی‌تر است، به خاطر که حدیث صحیح از این دلیلش قوی‌تر است نسبت به اجتهاد مثلا مالکی ها. و به این شکل شاگرد خدا چه قسم تربیه میکنن؟ شاگرد تربیه میشه با اخلاق بسیار خوب با تمام علما، کل علما را دوست می داشته باشه، کل مجتهدین دوست می داشته باشه و اصل پیرو قرآن و سنت است و قول هر کدام از اینا که به قرآن و سنت نزدیکتر است و ایرا علما گفتن به او عمل میکنه. علامه صابونی وقتی که تفسیر آیات احکام درس میداد ما میفهمیم که ماشاءالله نباید انسان تعصب به یک مذهب بکنه، بلکه باید کل مذاهب به احترام داشته باشه، قبول داشته باشه و پیشش امی قاعده باشه که قول هر کدام از اینا به قرآن و سنت قوی تر بود دلیلش، امو دلیل قوی از ایره میگیره. اینی هست منهج درست و روش درست است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما، کتاب الله و سنت، کتاب و سنت اصل هستند. اینال هر اجتهاد که است خب مثلا وسایل چیز از ماشاءالله وسایل امکانات است. انسان وقتی که یک عالم یک گپی را میگه فورا مراجعه انسان میکنه. ما میبینیم بسیاری وقتا از زبان ما مثلا ما بخیزم بگم که مردم ما اینه در مدرسه دارالعلوم 14 خواندیم و مثلا در لیبیا درس خوانیم، لیسانس ما در کلیت و دعوت الاسلامیه خواندیم و در اونجا مثلا ما لیسانس خود در دعوت اسلامی گرفتیم و لیسانس همچنان در لغت عربی هم دارم، 2 لیسانس دارم. بازی آمدیم 2 ماستری گرفتیم، یک ماستری در شرعیات گرفتیم، در فقه و قانون گرفتیم، فقه و قانون و شریعت ماستری دیگر مثلا ما در لیبیا گرفتم اگر چون نیم کلمان. اینال باز میگیم که چی هستن؟ نمیشه که باز ما بگیم والا ما اینی قول گفتم گپ مدرسه است. بعضی اوقات یک جوان بر من میگه که استاد در اینی درستان شما اینی روایت گفتین، امی روایت شما ضعیف هست، اما عالم دیگه گفته از او روایتش قوی هست، چرا که اینی حدیث صحیح در این راستا گفته هست. ما و شما کل علما تمام امی مذاهب اربعه را که بخوانیم که با بسیار اخلاص اجتهاد کردن، باز میگن که اذا صح الحدیث
فهو مذهبی. اگر حدیث صحیح یافتین و از ما اجتهاد است، اجتهاد ما خو اجتهاد شخصی ما هست، ما خو معصوم نیستم و کل مجتهد که است یا مصیب می باشه یا مخطئ می باشه. مجتهد اگر خطا هم کرده او بر از او من اجتهد و اصاب فله اجران و من اجتهد و اخطا فله اجر واحد. او خو اجر خدا گرفت. حال مکلفیت ما چی هست؟ او خو برش امی حدیث صحیح نرسیده بود، او اجتهاد کرد و اجر خدا گرفت و بر ما قاعده هم گذاشت کل از اونا که اذا صح الحدیث، وقتی که حدیث صحیح پیدا کردیم مذهب ما هست. وقتی ما حدیث صحیح را پیدا کردیم تسلیم میشه، میگیم آمنا و سلمنا، چون حدیث صحیح قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما ینطق عن الهوى و قول پیغمبر وحی است، او از دل خود گپ نزده. این حال ما وقتی که برای ما وحی صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید ما مکلفیت داریم به او عمل بکنیم و این هست راه درست و راه نجات و بدون تعصب و بدون تکبر و بدون بیادبی و بدون مثلا جهالت، بلکه به کل علما احترام میکنیم، به کلشان دوست داریم و بزرگاه ما هستن. درباره از اونا چی میگیم؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. یا الله ما را ببخش و کسانی از برادرای ما که با عقیده توحید از دنیا رفتن اونا را هم یا الله ببخش. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. یا الله به قلبهای ما دشمنی و کدورت برای کسایی که مؤمنین موحدین در این عصر است در بین ما ایره نگردان. این صفت مسلمان ها هست که در قرآن عظیمشان ذکر شده است. مطلب دومی که در این سوره ذکر میشه چی هستن؟ خب اینجا الله متعال عامل 14 چی بود؟ اجتناب از تفرقه. ولا تکونوا کالذین تفرقوا. شما ای مؤمنان مانند کسانی نباشین که تفرقه کردن و اختلافوا و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه برشان دلایل روشن آمد. و اولئک لهم عذاب عظیم. برایشان عذاب سرسخت است کسایی که مثلا تفرقه میکنن با کسانی که اختلافات، مثلا اختلافاتی که نباید مثلا در مسائل فروعات جنجال بکنی و مردم اذیت و آزار بکنیم، بلکه به خاطر از اینکه او انسان عقیده توحید صحیح داره، ایمان صحیح داره، تقوا داره، در نواقض واقع نیست، موحد است، لکن به امر از او اختلاف در نظر داریم. از این خاطر نباید در مسائل فروعات انسان تفرقه افکنی بکنه و اختلاف بکنه، بلکه علما هم که بودن اونا اجتهاد میکردن. حتی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه اجتهاد کردن. مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه، گفت که هیچ یک از شما نماز عصر نخوانه مگر در بنی قریظه. وقتی که صحابه حرکت کردن به طرف بنی قریظه، یک تعداد صحابه دیدن که آفتاب زرد شده میره. گفت نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نگفته که ما نماز عصر قضا بکنیم، نماز میخوانیم، هدف رسیدن در بنی قریظه است، اونجا باز خدا میرسانیم برای جهاد در بنی قریظه در مقابل یهودیا. و یک تعداد صحابه گفتن نه بر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که نماز عصر نخوانید مگر در بنی قریظه بخوانید. پس ما این قسم فهمیدیم، ما اینجا نمیخوانیم، میرسانیم. اونا خدا رسانن در بنی قریظه و نماز عصر در اونجا خواندن. وقتی که اردو گروپی که اجتهاد کرده بودن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، ببینید این مسئله اجتهادی وقتی که اجتهاد کردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اردوشان تایید کرد نماز شما هم درست است، نماز از اونا هم درست است. پس به این خاطر در این مسائل اجتهادی اینجا کجا صحابه او را ملامت نکرد. وقتی که اردوشان نماز خواندن، اردوشان عبادت الله را کردن، اردوشان به جهاد رفتن، اردو گروه تمام موحد بودن، فقط در فهم از این حدیث که تطبیقش چه قسم در اینجا شود، در وسط راه شود یا در اونجا شود، در اینجا اجتهاداتشان فرق کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو اجتهاد قبول کرد، هر دوش قبول کرد. و بعضی اوقات تو میشه که مثلا 2 اجتهاد یا 3 اجتهاد میباشه، هر 2 اجتهاد در 3 میباشه. مثلا در هر اجتهاد یک حدیث است، حدیث صحیح پیدا میشه. پس ما نمیتونیم که باز
در او قسمت چی کنیم؟ در او قسمت باید اختلافات و مثلا تفرقه افکنی شوند. مطلب دوم ما و شما رسیدیم که در آیت 106 شروع میشن. در این مطلب دوم نتایج ثابت قدمی است. کسایی که ثابت قدم می باشند و ایمان قوی می داشته باشند و امیر تقریبا 14 عامل ثابت قدمی که در اینجا بیان شد به این عمل میکنن، نتیجهش چی میشن؟ اولش است که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، در روزی که رویها بعض رویها سفید میشن و بعض رویها سیاه میشن، در اینجا روی از اینا روی سفید، چهره سفید، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهرهشان با بشاشت می باشن. از کی؟ کسایی که ثابت قدم باشن. نه این نتیجه ثابت قدم است. یوم تبیض وجوه، روزی که بعضی از روحها سفید میشن، و تسود وجوه، و بعضی از روحهای دیگر سیاه میشن. فاما الذین اسودت وجوههم، اما کسایی که روحهایشان سیاه شد، اکفرتم بعد ایمانکم، آیا شما بعد از ایمانتان کافر شدین؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس شما عذاب بچشین به سبب کافر شدنتان. و اما الذین ابیضت وجوههم، و کسانی که چهره هایشان با سفید میشه، ففی رحمت الله، اینا در رحمت الله میباشه که الله نصیب بکنه. هم فیها خالدون، اینا برای همیشه در می رحمت الله سبحانه و تعالی میباشه. تلک آیات الله، ای آیات الله هست که نتلوه علیک بالحق، که ما تلاوت میکنیم بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حق. و ما الله یرید ظلما للعالمین، الله بر عالمیان و مخلوقات اراده ظلم نکرده هست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و مخصوص الله هست آنچه در آسمان ها و در زمین است. و الی الله ترجع الامور، و به طرف الله امور رجوع میکنن. دومی نتیجه چی هست؟ داخل شدن در خیر امت. وقتی انسان ثابت قدم بود و احکام الله را تطبیق کرد، این باز در خیر امت داخل میشه، بهترین امت میباشد و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه. امتی که اینا برای دیگرها و در خدمت دیگرها هستند. کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستین. بهترین امت کدام امتی که اخرجت للناس، برای خود کار نمیکنه، برای مردم کار میکنه، میره در صف جهاد، خون خود میریزانه، خود قربان میکنه به خاطر از اینکه مردم در زیر بیرق اسلام زندگی بکنه. تأمرون بالمعروف، شما مردم به نیکی امر میکنین. و تنهون عن المنکر، و مردم از منکرات منع میکنین. و تؤمنون بالله، و شما خودتان به الله ایمان دارین. ولو آمن اهل الكتاب، اگر امی اهل کتاب وفد نجران اینا هم امی قسم ایمان بیارن، لکان خیر لهم، این برشان بهتر است. منهم المؤمنون، یک تعدادشان مؤمن هستن، قبول میکنن، مثل عبدالله ابن سلام که این یهودی بود، آمد و مسلمان شد و کلمه خواند. و اکثرهم الفاسقون، لکن اکثریت از اینا فاسقان هستند. سوم نتیجه پیروزی بر دشمنان این هست که اگر شما ثابت قدم باشین، بر پیروز به دشمنان الله نصرت نصیبتان میکنن و اونا بر شما ضرر رسانده نمیتونن. شاید بعض اذیت‌های زبانی و بعض دشنام و بدگویی و بعضی چیزا بکنن، لا یضروکم، اونا بر شما ضرر رسانده نمیتونن. چرا؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله از مؤمنین واقعی دفاع میکنه. پس وقتی که الله دفاع میکنه، الله حفظ میکنه، الله رزق میده، الله زندگی میده، الله شفا میده، الله سعادت میده، الله قوت میده، الله ایمان نصیب میکنه، پس دشمنا برای شما هیچ چیز کرده نمیتونن. لن یضروکم الا اذى، مگر یک اذیت کوچک که بعضی اوقات بدگویی میکنن، زشتی میکنن، بعضی الفاظ زشت و بد اخلاقی که تربیه غلط شدن، تربیه ایمانی ندارن، تربیه اخلاقی ندارن، به این خاطر الفاظ زشت از زبانشان خارج میشن. اینمی قدر بعضی این تو کارا کرده بتانن. و این یقاتلوکم، اگر باز امین مردم، امین بیدینا در صف جهاد قرار بگیرن، یولوکم الادبار، باز به طرف شما پشت خود دار میتن، فرار میتن. ثم لا ینصرون، باز اینا نصرت نمیشن. مطلب سومی
بعضی احکامی هست که مربوط دشمنای خارجی میشه که آل امی دشمنای خارجی در این مسائل کلش بیان شد. آل احکام بیان میشه در خاتمه بخش اول که دشمنان خارجی و برنامه‌های فکری آنان با شبهاتشان وقت معرفی شد. در مورد دشمنان خارجی در آیات بعدی چی میشه؟ احکام بیان میشه برای مؤمنان تا که مؤمنین موحد متوجه از این احکام باشند. حکم اول چی است؟ اهل کتاب به خصوص یهودیان یا جنایتکارای بسیار بزرگ هستند و همین خاطر الله متعال میگه ضربت علیهم الذله، بالای از اینا ذلت زده شدن، اینا بسیار ذلیل هستند. امروز که شما سعی کنین امی یهودیایی که صهیونیست هستن اینا پیش تمام مردم ذلیل شدن. حتی افریقایی‌های سیاه‌پوست خیستن و گفتن شما جنایتکار و دشمن بشریت هستین. تمام مردم حتی در اروپا و امریکا وقتی که حکومت‌های ظالم از اینا دفاع کردن، لکن مردم بسیاری کسایی که مثلا حتی مسلمان هم نیستن اینا را میگن که اینا بسیار ذلیل هستن و مسلمان ها میفهمن که اینا چقدر ذلیل هستن، چقدر قاتل هستن، چقدر جنایتکار هستن، چقدر دشمن بشریت هستن. الله متعال میگه که ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. میگه اینا در هر جایی که باشن اینا ذلیل هستن مگر ای که توبه بکنن و به طرف دین الله و به طرف کتاب الله رجوع بکنن و به طرف راهی که انسان ها اونا را باز بخشش بکنن و با او به غضب من الله، اینا برگشتن به غضب الله. و ضربت علیهم المسکنه، بر از اینا مسکینی، تعمیرهای بسیار بلند دارن، مال بسیار پیسه دارن، لکن داخل آنقدر مسکین هستن، آنقدر چی هستن استغنای داخلی ندارن، آنقدر مثلا محتاج هستن که بی نهایت زیاد. ذالک، چرا اینقدر اینا پست هستن و ذلیل هستن و چرا اینا اینقدر ذلیل هستن و رذیل هستن؟ ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، به خاطری که اینا کافر شدن به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق. اینا تنها ملت مسکین و بیچاره فلسطین، زنای و طفلای بیچاره و موسفیدای بیچاره از اونا را به قتل نمیرسانن و بالای از اونا تحصیلات اقتصادی را نمیارن، اونا را در مشکلات قرار نمیتن، بلکه اینا یقتلون الانبیاء بغیر حق، حتی اینا پیغمبرا را به حق میکشتن. این قسم ملت ذلیل هستن. ذالک بما عصوا، چرا این کار میکنن؟ به خاطر از اینکه اینا عصیان کردن، سرکشی کردن، کافر شدن، به هیچ دین نیستن، به هیچ عقیده نیستن، نه گپ عیسی را قبول دارن، نه گپ موسی را قبول دارن، نه گپ الله را، حکم الله را قبول دارن، نه پیام پیغمبرا را قبول دارن، هیچ چیز قبول ندارن. و کانوا یعتدون، اینا همیشه تجاوز میکنن. دیگه چی هست؟ حکم دوم است که اهل کتاب به خصوص نصرانیان بعضی امور مثبت دارن. شما بعضی نصرانیان را ببینین که اینا توبه میکنن، مسلمان میشن. مثلا جوزف ادوارد استس ببینین مسلمان شده، در امریکا مردم به طرف دین دعوت میکنن. دیگه بسیار زیاد هستن نامایشان فراموش شده که اینا مسلمان میشن و به طرف دین. الله متعال میگه که لیسوا سوا، ای اهل کتاب کلشان یک قسم نیستن. من اهل الكتاب امه قائمه، یک تعداد امتی در اهل کتاب هم هستن، کسایی هستن، گروهی هستن که اینا به حق استاد هستن. یتلون آیات الله، آیات الله را میخوانن آناء اللیل، در قسمت های شب، و هم یسجدون، و اینا سجده میکنن وقتی که اینا حق قبول کردن. یؤمنون بالله، به الله ایمان میارن، و الیوم الاخر، به روز آخرت، و یأمرون بالمعروف، امر بر معروف میکنن، و ینهون عن المنکر، و از منکرات مردم منع میکنن، و یسارعون فی الخیرات، وقتی که پیغمبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر شون، قرآن خبر شون، به سرعت این خیر میگیرن و مسلمان میشن. و اولئک من الصالحین، اینا از جمله صالحا هستن. و ما یفعل من خیر، و آنچه از خیر را انجام میدن، فلن یکفروه، پس ایره چی؟ پس ای هیچ وقت از او ثواب
از ثواب از او محروم نمیشن. والله علیم بالمتقین، الله به حالت متقیان با خبر. از حکم سوم برای کافران اموال اولادشان منفعت نمیرسانه. اینا فکر میکنه که ما مال زیاد داریم و اولاد زیاد داریم. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، لن تغنی عنهم، فایده نمیکنه از ایشان اموالهم، مالهایشان، ولا اولادهم، و نه هم اولادهایشان، من الله شیئا، از الله چیزی، و اولئک اصحاب النار، اینا صاحبای دوزخ هستن. یعنی مثل که صاحب اصلی دوزخ باشن، همیشه در دوزخ می باشن، هم فیها خالدون، برای همیشه در دوزخ می باشن. حکم چهارمی این است که بیان عدم فایده مندی نفقات بیدینا. اینا اگر مال خودم مصرف میکنن، هر قدر کنن، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال آن چیزی که اینا نفقه میکنن، مصرف میکنن در زندگی دنیا، که مثل ریح، مثل یک باد است، فیها سر، باد هست که باد سخت است، بسیار باد سخت است، که چی شود؟ که اصابت به حرث قوم، باد شدیدی برسه به کشزار یک قومی که ظلم و انفسهم، بالای نفس خود ظلم کردن، فاهلکت و کل زیر نابود کنن. تمام پیسایی که اینا مصرف میکنن، یک مرتبه الله اینا را کلش نابود میکنه. و ما ظلمهم الله، الله بالای اینا ظلم نکرده، ولکن انفسهم یظلمون، اینا بالای نفسهای خود ظلم کردن. وقتی که در قیامت، در روز آخرت، وقتی که ما شما ببینیم و یا در دنیا ببینیم اینا را که الله به دست مسلمان ها اینا را هلاک بکنن، باز میبینیم که حق از اینا هست که اینا اینمی قسم باید هلاک شوند، سرای از اینا قطع شود و اینا نابود شوند. چرا؟ به خاطر و در روز آخرت هم وقتی ببینیم که الله اینا را در سختترین عذاب دوزخ اینا را میسوزانه، باز میفهمیم که الله سر از اینا ظلم نکردن، اینا خودشان به خود ظلم کردن و مستحق از این هستن. عدالت الهی تقاضا میکنه که بر از این جنایتکارا اما تو جزای سختی داده شود. حکم پنجم، منع از یاور قرار دادن بیدینا. یعنی مسلمانان، شما یاورتان، دوستتان، همرازتان کافرها را نگیرین. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه کان رجال من المسلمین، میگه یک تعداد از مسلمان ها بودن، یواصلون رجال من الیهود، با یک تعداد از یهودی ها چی میکردن؟ ارتباطات داشتن. لما کان بینهم من الجوار والحلف فی الجاهلیه، به خاطر که در جاهلیت بین از اینا مثلا روابط بود و بین هم یکی ارتباطات داشتن، همسایه ها بودن. فانزل الله عز وجل فیهم، پس الله برای این مسلمان ها، برای از اینا مسلمان ها الله پیام حکم نازل کرد، ینهاهم عن مباطنتهم، از اینکه اینا را به طانعی خود بگیرن. بطانه یعنی همراز و دوست و مشاور و همکار اینا بگیرن. تخوف الفتنه علیه منهم، به خاطر از اینکه اینا، این یهودیا اینا را در فتنه نپرتن. چرا؟ اهل بدعت، اهل کفر، اهل گمراهی، امرای از اینا که همرازی و دوستی و آشنایی کردی، خودت در فتنه کفر و بیدینی میپرتن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا بطانه من دونکم، ای مؤمنان شما محرم راز خود نگیرین بغیر از مؤمنین، بغیر از خودتان مؤمنین و موحدین، اینا را همرازتان یا محرم رازتان، محرم اسرارتان نگیرین. لا یعلونکم خبالا، از هیچ زشتی در قسمت شما اینا دریغ نمیکنن. ودو اینا آرزو میکنن ما عنتم، آن چیزی که شما را در معانات و سختی بیاندازن. قد بدت البغضاء من افواههم، در زبانشان دشمنیشان معلوم میشن که با زبان خود چی الفاظ در مقابل شما استعمال میکنن. و ما تخفی صدورهم اکبر، این بدعتکارای بیدینه که دین الله را تغییر میتن، شریعت الله را تغییر میتن، حکم الله را تغییر میتن، در کفر مبتلا میشن، در شرک و بدعت کفری داخل میشن. زبانشان را ببینن که چی میگن. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که در قلبایشان هست بغض و کینه، این بزرگتر است. قد بینا لکم الآیات، الله متعال میگم برای شما بیان کردیم با قدرت خود دلایل و آیات را، این کنتم تعقلون، اگر شما
عقل داشته باشین، از عقلتان کار بگیرین. ششم، بیدینا قلباً دشمنی و غیظ با شما داره. ها انتم، ای مؤمنا، شما کسایی هستین، اولای کسایی هستین که شما تحبونهم، به امرای از اونا محبت میکنین، ولا یحبونکم، اونا با شما محبت نمیکنن، شما فریب میخورین که با امرای از اونا محبت میکنین. و تؤمنون بالکتاب کله، شما مؤمن به تمام کتاب هستین، زبور، تورات، انجیل، قرآن، صحائف، کلش قبول دارین، لکن اونا قبول ندارن، اونا نمیکنن قبول. و اذا لقوکم، وقتی که امرای شما ملاقات کنن، قالوا، باز به منافقت میگن که آمنا، ایمان آوردیم. و اذا خلو، باز وقتی که تنها شدن، عضوا علیکم الانامل، انگشتای خود در دندانهای خود میگیرن، من الغیظ، از غضب بسیار زیاد. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، موتوا بغیظکم، بمرین بمی غیظتان، بمی غصه هایی که در قلبتان دارین، امی که نفسایتان پوندیده. غیظ چی نمیگه که داخل انسان اما تو مثل چی واره، مشک واره پوندیده باشه، نزدیک به کفیدن باشه. موتو، بمرین به اینمی مشک های کفیدگی داخلتان. ان الله علیم بذات الصدور، الله بسیار عالم است با آنچه که در صدرهایتان است. هفتمی علامت چی است؟ بیدینان به خوشی مؤمنا خفه میشن و به غمشان خوشحال میشن. این تمسسکم حسنه تسؤهم، اگر به شما یک حسنه برسه، خوبی برسه، تسؤهم، اونا را خفه میسازه. و این تصبکم سیئه، و اگر بر شما یک خروی، یک زخمی شوین یا مریض شوین یا درد برتان پیدا شوین، یفرحوا بها، به این بسیار خوشحال میشن. و این تصبروا، اگر شما صبر بکنین، و تتقوا، و تقوا بکنین، لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضرر بر شما نمیرسانه مکر از اونا چیزی. ان الله بما تعملون محیط، الله و آنچه که اینا عمل میکنه بسیار محیط است، اینا را احاطه کرده هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.